من فرزند کوروش کبیرم، نه عرب و عربزاده‌ای که سالیان سال اینو تو گوش منو توی بچه ایران کردن. یکی داشت چون میداد، خودم رفتم بالا سرش دستش گرفتم، بعد تیر خورده بود کاسه سرش فریده بود، رفتم بالا سرش دستش گرفتم، گفتم که اگه نمیتونی بگی یا مهدی من باید بگم یا مهدی. دیدم از گوشهای چشمش اشکی جاری شد. گفتم میخوای باید شهادت اینو بگم؟ این اشکش ماست بگم تو که نمیفهمی. تو که نمیبینی سر من رو دامن مهدیه، لزوم نداره که با زبون تو بگم یا مهدی.